بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خب الحمد لله ثم الحمد لله، ما رسیدیم به درس آخرانی کتاب التذكرة في علوم الحديث. کسانی که در هر درس اشتراک کردن یا همه درس ها رو گوش کردن، خوش به حالتان، الله شما قبول کند و این علم رو برای شما آسان کند. آمین. و برای شما توفیق و استقامت رو بدهد که در این علم انشاءالله زینه این علم رو در زینه این علم بالاتر شوید، بالا روید و این علم رو خوب از خود کنید. آمین. چون که این علم خیلی وسیع هست، این تنها یک شاخه این علم هست به نام مصطلح الحدیث. اما اصول الحدیث یا علوم الحدیث چندین تا فنهای خردتر دارد، چندین تا فنها دارد که ما تحت علوم الحدیث داخل می شود. و برای فهمیدن این فن نه فقط چندین سال باید تحصیل کرد، بلکه با تحصیل کردن و با آموختن این فن باید از دیگر فنها هم باخبر بود، مثلا از فن عربی البته و غیره. در این آخران درس انشاءالله ما از 3 صحیفه آخران این کتاب می گذاریم. خب صحیفه 26، 27 و 28. اکنون بجای آن که من به شما این ترجمه رو از اینجا متن رو بخوانم و به شما ترجمه کنم، من این ترجمه رو برای شما نوشتگی هستم. شما می توانید که برای تکرار خود، برای مطالعه خود این رو استفاده برید. اما من بهترش این خیال میکنم که از کتابی از شرح تذکره که ما برای 2-3 درس می شود که ما استفاده میکنیم، من از همون شرح انشاءالله به شما درس میدهم و بعضی قسمت هایش هست که کمی تفصیلات دارد. بعد از خواندن شرح من برای شما پیش میکنم. این 3 صحیفه رو و این ترجمه آسان رو که من خودم به شما ترجمه کردم، اینها رو شما میتوانید در وقت خود بخوانید. اما من همین خیل از فکر خود ترجمه میکنم از توضیح الابهر. خب میگذاریم به شرح. ما به این صحیفه رسیده بودیم، به این قسمت. باز هم تکرار میکنم که قسمتش که همون قسمتی نوشته که در درون قوس هست، همون از متن هست، از خودی متنی تذکره می باشد. و آن قسمتی که بیرون از قوس هست این شرح هست، شرحی تذکره. خب چطوری که نشان داده بودم، این شرحی التوضیح الابهر هست لتذکرة ابن الملقن في علم الحديث، چطوری که میبینید. و این تصنیف شده کیست؟ امام سخاوی. امام سخاوی همین شرح را، شرح خیلی مختصر را برای تذکره ابن ملقن تصنیف کرده. چطوری که میبینید لمحمد ابن عبدالرحمن، تمام نامش هست السخاوی، که این امام را، این محدث را ما امام سخاوی میگوییم. و دیگر کتاب ها هم تصنیف کردگی هست. شاگردی ابن حجر الاسقلانی می باشد، با کتاب النکت الوفیه مشهور هست، المتوفى سنة 92 هجریه. به هر حال چی میکنیم؟ از همین کتاب انشاءالله پیش میرویم. من برای شما گفته بودم که من این شرح رو اونقدر استفاده نکردم در اول، برای اون که این خیلی مختصر هست. خب ترش ما از فایده های شیخ محمود طاهن استفاده کردیم، اما برای اون که این قسمت های آخرش خیلی مختصر هست، تفصیلات ندارد، از همین شرح میگذاریم که بعضی نقطه ها رو واضح میکند. خب دوباره به همون صحیفه برمیگردیم. والمتشابه میگوید و منه مما هو ضده المتشابه. و این چونین طالب علم حدیث باید که از گروه راویان متشابه باید با خبر باشد، که عباس و عیاش اسم ابی کل منهما الولید. میگوید که متشابه چیست؟ متشابه این اشاره به راویانی هست، به نام راویانی می باشد که نامشان مشابهت میکند با همدیگر. مثلا نظر کنید عباس و عیاش، چقدر نامهای اینها به همدیگر مانند هست از جهتی ساختار کلمه، از جهتی طرز نوشت کلمه. و میگوید که نام پدران هر دوی این راویان ولید هست و هر دوی آنها و هما بصریانی، هر دوی آنها از بصره بودند. مثلا میگوید اولهما، یکمش عباس که هست بموحده و مهمله، عین دارد، یا اینکه گویم که عین در عین بودن هر دویشون یک هست، اما حرف یکمش که دیگر هست با می باشد، یک تا نقطه داره، موحده یعنی که یک نقطه دارد،
و مهمله هست و پس از حرف یک نقطه سین می آید که به نقطه هست. من معجمه و مهمله رو به شما فهمانده بودم. و میگوید و ثانیهما و دویم نام چی دارد پس از عین؟ بتحتانیه و معجمه. تحتانیه یعنی که دو نقطه در زیر دارد و دویم حرفی که یا سوم حرفش در اینجا معجمه هست، یعنی نقطه دار هست، یعنی که شین هست. به هر حال در این گونه گپ‌های خورد نمی رویم، اما هدف متشابه رو انشالله من برای شما پیش میکنم. میگوید که و من فائده کل منهما دفع ظن الاجتهاد لعدم الضبط. فایده فهمیدن متشابه همین هست که ما یا عالم یا طالب علم این گمان رو، این غلط فهمی رو از خود دور میکند که هر دوی این راویان متحد هستند یا یک نفر هستند. فهمیدین؟ ما دفع میکنیم. دفع هم به زبان تاجیکی ما با یک معنای کمی سخت استفاده میکنیم وقتی که به کسی گفته میشود دفع شو یا دفع شو. خب همین هم برای خاطره شما میگویم که به خاطره گرفتنتون آسان شود. دفع یعنی یک چیز رو دور کردن، برطرف کردن، دور کردن گمانی یک بودن آنها. یعنی فایده دانستن راویان متشابه یا راویانی که نامهای آنها با هم دیگر متشابه هست، مشابهت میکنه چیست؟ که ما دو راوی را یا اینکه بیشتر راویان را یک حساب نمیکنیم و احتیاط میکنیم که بین نامهای آنها فرق کنیم. و به هر حال میگوید و این چونین در اینجا چی گفته است؟ و من المتشابه ما قد يقع فيه القلب بعضا كما تقدم الولید بن مسلم و مسلم بن الولید. میگوید بعضی وقت از همین گروه نامهای متشابه نامهای می باشد که در آن قلب یا گویم که اقلاب واقع شدگی هست، یعنی که نام پدرشان و نام خودشان عوض شدگی هست. اگر این گونه دو راوی باشد ما باید هر دوی آنها را جدا کنیم و هر دوی آنها را با نام اولیشان و نام پدرشان خوب بشناسیم و آنها را یک حساب نکنیم و فکر نکنیم که در این جای نامش غلط شده است و خطا شده است، ناخواست نام پدرش را به اون نسبت داده شده است، بلکه در اصل این یک نفر دیگر هست. و بعدا میگوید و معرفت المنسوب الی غیر ابیه. و این چونین طالب علم باید آن راویان رو بشناسد که به غیر از پدرانشان نسبت داده شدگی هستند. اکثری وقت میدانید که در سنت اسلامی همین گونه هست که انسان به پدرش نسبت داده می شود، اما بعضا و عموما اکثری راویان نامهایشان نام خودشون می باشد، نام اول نام خودشون و نام دوم به پدرشون نسبت داده می شود. بن فلان مثلا، بن فلان پسری فلان، ابن تو فلان مثلا. اما بعضی وقت این گونه هم می شود، این هم امکانیتش هست که به پدرشون نسبت داده نشوند بلکه به مادرشون نسبت داده شوند. این همه وقت معنای نادرست ندارد که مثلا بعضی وقت اگر کسی ولد الزنا باشد به مادرش نسبت داده می شود، اما این همه وقت این گونه نیست. یعنی بعضی وقت انسان می تواند که به مادرش نسبت داده شود برای آن که نام پدرش خیلی مشهور هست و نام پدرش خیلی چی هست، یعنی چندین کس این نام را دارد و می خواهیم که این نفر را ما بشناسیم با یک نامی دیگر. و بعضی وقت انسان ها به مادرشون نسبت داده می شوند. همه وقت این معنای نادرست ندارد و مخصوصا در راویان حدیث. البته بعضی وقت به بابایشون، بابا کلانشون یا کسی که دور هست در نسبتشون، بخشش در در حسب و نسبشون با آنها نسبت داده می شوند. مثلا اگر نامی پدرشون، پدر کلانشون احمد محمد عبدالله، احمد محمد عبدالله باشد و یک کس دورتر نامش مثلا بردیزبه باشد یا سیبویه باشد، عموما همون کسی که حتی شاید پنجم بابا کلانش هست در نسلش به همون شخص نسبت داده می شود تا اینکه این شخص رو ما بشناسیم، فرق کنیم، جدا کنیم از یک راوی دیگر. عموما بین مردم با همون نام مشهور می گردد. خب چون که نام بدانید که نام، هدف نام داشتن این برای تعریف هست. تعریف تاجیکی نه، تعریف عربی یعنی برای شناخته شدن، برای جدا شدن و فرق شدن از دیگر نام ها یا از دیگر نفرها. پس اگر نامی تویم محمد باشد، نامی پدرت هم محمد باشد، احمد باشد، عبدالله باشد، این نام خیلی مشهور هست. بهتر است که تو نسبت داده شوی به یک بابا کلانت که در پنجم مثلا نسلت می آید و تو فرق کرده شوی. به هر حال می گوید که مثلا بلال ابن کبلال ابن حمامه. خب بفتح اوله می گوید که یکم حرفش فتح دارد، به مانندی بلال پسری حمامه که این کی بود؟ و هو الحبشی المؤذن. و این اشاره هست به بلال ابن رباح، یعنی که مؤذنی پیامبر صلی الله علیه و سلم.
فهی امه حمامه کی بود؟ مادرش بود. پدرش رباح نام داشت. و فائدته دفع ظن التعددی، فایده دانستن این گونه نامها و راویان این است که ما یک نفر رو چندین نفر حساب نکنیم. مثلا در یک جا ببینیم بلال ابن رباح و بگویم خب این مؤذن پیامبر صلی الله علیه و آله هست، حضرت بلال رضی الله عنه. و در یک جای دیگر ببینیم بلال ابن حمامه و فکر کنیم که یک شخص دیگر هست. اگر ما از علمی مثلا من نسب الى غیر ابیه و مبهمات و متشابهات و غیره اگر آگاه نباشیم، این گونه در غلط فهمی میافتیم و یک راوی رو چند راوی حساب میکنیم یا اینکه چند راوی رو یک راوی حساب میکنیم که این به نتیجه های نادرست میافتاند ما رو یا میبرد ما رو. و این چنین و معرفت النسبة التي يسبق الى الفهم منها الشيء وهي بخلافه كبمسعود البدری. میگوید که و این چنین یک عالم حدیث باید بداند از آن نسبت های راویان باید آگاه باشد که با شنیدن آنها در ذهن ما یک چیز دیگر میرسد، اما در اصل آن نسبت به خلاف آن هست. یعنی که مثلا میگوید به مانند نام ابو مسعود البدری، وقتی که ما البدری میشنویم این نسبت داد، یعنی که این ابو مسعود راوی که نامش عقبة بن عمرو الانصاری بود، یعنی که این شخص نسبت داده شده است به بدر و عموما صحابگانی که در جنگ بدر اشتراک کردگی بودن آنها را البدری گفته می شود. اما میگوید این رو همچون مثال پیش میکند امام ابن الملقن و میگوید که در اصل ابو مسعود در جنگ بدر اشتراک کردگی نبود، بلکه برای چی البدری همچون البدری شناخته شد یا به بدر نسبت داده شد؟ برای آن که در یک وقت زندگیش در نزد بدر، همون کوه بدر یا همون مکان بدر زندگی کرد. برای همین این رو البدری با نامی با نسبت البدری شناخته شد. در اینجا میگه فانه نزل بدرا ولم یشهدها، چون که این در نزد بدر زندگانی کرد اما در جنگ بدر حاضر نبود. خب و علیه غیر واحد و با مانند این دیگر کسان هم هست. به هر حال و در اینجا اما امام سخاوی یعنی شارح توضیح الابحر یا همین کتاب همین متن میگوید که اما امام بخاری و امام مسلم از سبب همین نسبتش این رو صحابی بدری حساب کردن. ولكن قد عده البخاري في صحيحه في من شهدها، يعني كيف في من شهد بدرا، وعده أيضا فيهم مسلم والمثبت المثبت مقدم. و امام سخاوی میگوید که چون که امام بخاری و امام مسلم این رو همچون صحابی بدری شمار کردند، وقتی که درباره یک راوی یک معلوماتی مثبت باشد ما آن را تقدیم میدهیم، آن را زیادتر قبول میکنیم از بجایی که وقتی که یک صفت یا یک معلومات از آنها نفی کرده می شود. خب میگذاریم و میگوید که و این چنین دانستن مبهمات و معرفت المبهمات مما في اصل السند او في المتن كرجل و امرأة و هما مهمان و اولهما اهمهما. و این چنین دانستن راویان مبهم، مبهمات جمعش هست، مبهم واحدش هست، یعنی که نام راویانی که نامعلوم هستند، نامعین هستند، چی در سند حدیث باشد چی در متن حدیث باشد. مثلا کسی بگوید رجلون یا اینکه امرأتون، یک زن، یک مرد، و میگوید که دانستنی نامی آنها مهم هست. ما نمیتوانیم که یک راوی رو تنها مرد یا یک زن بگوییم، چون که ما نمیدانیم که این کیست و ما باید معلوم کنیم که این کیست تا اینکه به نتیجه درست برسیم برای حکم کردن بالای حدیث. و میگوید امام سخاوی که هر دوی آنها مهم هست، یعنی که هم در سند جستجو کردن و هم در متن و هم برای سند و هم برای متن مهم هست، اما یکمی آنها یعنی که در سند نام رو جستجو کردن این زیادتر اهمیت دارد، این زیادتر مهم هست. شما خودتون میدانید برای چی؟ برای آن که سند رو در سند اگر یک کسی به نام رجل باشد یا امرأه باشد، تنها مرد یا زن گفته شود درباره او، ما حتی قید کردن نمیتوانیم که این به کدام شخص به کدام نفر اشاره میکند، تا اینکه ما جستجو کنیم درباره عدالتش، درباره خاطرش، درباره دیگر و دیگر چیزهایش. وقتی که یک مرد یا یک زن بگوید ما نمیدانیم که این سند رو این زنی که بود، این مردی که بود چگونه پیش کرده هست، چگونه، آیا خاطرش خوب هست، آیا خاطرش کمزور هست، آیا با اعتماد هست، با اعتماد نیست. در سند مهمتر هست. اما اگر در متن بیاید این آنقدر
تا درجه سند در سند بودن اونقدر مهم نیست، چون که میتواند که مثلا در متن بیاید که یک مرد آمد نزد پیامبر صلی الله علیه و این در صحت حدیث خلل نمیرساند، چون که حدیث رو نفرهای با اعتماد به ما پیش میکنند و قصه ای که در همون متن هست اگر یک شخص مبهم رو داشته باشد این به صحت حدیث ضرر نمیرساند، اما فایده ها دارد اگر ما حتی در متن هم بفهمیم که رجل یا امرأه کی بود. خب اما به هر حال این رو گفته میشد مبهمات. و معرفت التواریخ و کذا الوفیات. خب وفیات التي هي فرد منها مما يعرف به ادراك الراوی لمن روى عنه. و این چنین میگوید دانستنی تاریخی تولد و وفات راویان این هم مهم هست. میگوید برای آن که ما درک کنیم که کدام شاگرد با استادش ملاقات کرد یا نه. ادراک یعنی که درک کردن، یافتن، پیدا کردن، ملاقات کردن، تا اینکه ما قید کرده توانیم که این شاگرد از این استادش شنیده از حدیث رو. در اینجا انقطاع نیست، در اینجا سقطی یگام نفر نیست. و این چنین میگوید که و دانستنی الثقات و الضعفاء هم مهم هست، التي يتميز بها المقبول في الحديث عن غيره. چون که با شناختن راویان با اعتماد و ثقه از راویان ضعیف و غیر عادل ما یعنی با دانستن همین صفت ها و همین گروه ها ما میتونیم که حدیث رو حکم درست بدهیم و بشناسیم که کدام حدیث قابل قبول هست و کدام حدیث باید قبول کردن نشود یا نیاز دارد به شواهد و متابعت، یعنی به دیگر سندها و غیره. و من اختلف فیه منهم فیرجح بالمیزان. و این چنین ما باید آن راویان رو بشناسیم که در مورد درجه آنها و قوت آنها اختلاف هست بین علما. بعضی ها یعنی ثابت شدگی هست درباره آنها که آنها ثقه هستند، با اعتماد هستند، خیلی آسان هست درجه آنها و قوت آنها. درباره بعضی ها خیلی با آسانی گفته می شود که آنها یا کذاب بودن یا ضعیف بودن یا متهم بودن و غیره و غیره. یعنی درباره ضعیف بودن آنها یا قابل قبول نبودن آنها به آسانی به حکم رسیده می شود. اما بعضی راویانی می باشد که در مورد درجه آنها و قوت آنها اختلاف هست بین علما. بعضی ها قبول میکنن، بعضی ها قبول نمیکنن و از همین سبب هم می شود که بعضی حدیث ها رو بعضی مذهب های فقهی میگیرن و بعضی حدیث ها رو بعضی مذهب های فقهی نمیگیرن، چون که در صفت حدیث اختلاف هست. و میگوید که و بین راویان مختلفی که بین آنها اختلاف هست ما ترجیح میدهیم یا ترجیح داده می شود با میزان، با ترازوی یعنی مجازی، ترازوی عدالت رو در نظر دارد، یعنی با قاعده های حدیثی به مانند عدل و القسط. میگوید مراعیا فی ذلک التحری والاعتدال. ما باید که پیروی کنیم در این کار، برای انجام دادن این کار ما باید پیروی کنیم از احتیاطکاری و از اعتدال یعنی میانروی. تاریکا التساهل والاحتمال، باید ترک کنیم سستی را و احتمالات بیجای را. خب و این چنین میگوید که و معرفت من اختلط فی آخر عمره من الثقات و خالف منهم كسعید بن ابی عروبه. و این چنین شما باید بشناسید میگوید آن راویانی که مختلط بودن یا مختلط هم گفته میشد، اسم فاعل و مفعول هر دویش میشود، یعنی مجال هست برای هر دویشون. راویانی که اختلط من با معنای لغویش برای شما در متن ترجمه کردگی هستم، یعنی که خاطره آنها چی شده است؟ آمیخته شده است، سرگم زده شدگی هستند. خب در آخر عمرشان از بین راویانی با اعتماد. یا میتوانید که این رو همچون آلزایمرز بفهمید، بلزنی آلزایمره خیلی فهمیدید، یا اینکه همین خیلی همچون پیری بفهمید. بعضی راویان وقتی که با سن سالی به حد پیری میرسیدند یا به بیماری آلزایمرز گرفتار می شدند یا همین خیلی از سبب خیلی پیر شدن به فراموش خاطری می رسیدند. و این رو گفته می شود اختلاط، آمیخته شدن، تا این حد رسیدن که یک چیز به خاطرش نمی ماند و چیزهایی که آموخته بود یا می دانست بعضی وقت فراموش می کند. می دانه دیگر این بیماری چیست یا این به چی اشاره می کند. بعضی راویان این گونه می شدند در آخر عمرشان، اما در اصل آنها ثقه بودند، با اعتماد بودند. و خریف منهم معنا دارد که و حافظه آنها، خاطره آنها فاسد می شود، نادرست می گردد. خب
به مانند سعید بن ابی عروبه. پس در مورد این گونه راویان چه حکم هست؟ خیلی یک حکم مخصوص دارند. میگوید که من روى قبل ذلك عنهم، یعنی که ما قبول میکنیم روایت هایی یا حدیث هایی همین راویان را، اما پیش از آن که مختلط شدن، پیش از آن که خاطرشون نادرست شد یا فاسد گردید، پیش از آن که خاطرشون ویران شد یا خراب شد، ما حدیث هایی که پیش از همین مدت روایت کردگی بودن ما آنها را قبول میکنیم. خب همینجا میگوید که به مانند همین سعید بن ابی عروبه و درباره‌اش در اینجا کمی میگوید این در این حاشیه که سعید بن ابی عروبه مهران اليشكري مولاهم ابو النضر البصري ثقة حافظ مصنف كثير التدليس اختلط وكان من اثبت الناس في قتاده. اختلط وقتی که می آید یعنی که در آخر عمرش فراموش خاطری پیدا کرد. پس اگر ما بدانیم که یعنی ما اگر بدانیم یا یکی از پسرانش، دخترانش، شاگردانش به ما برساند که این تقریبا از سن سال 60 سالگی یا 70 سالگی به همین بیماری گرفتار شد یا به همین فراموش خاطری گرفتار شد، ما تمام یعنی حدیث هایی که پیش از همین مدت روایت کرده بود آنها را قبول میکنیم و پس از این مدت احتیاط میکنیم یا اینکه قبول نمیکنیم. پس در اینجا میگوید که من روى قبل ذلك ای فی حال صحته، در حالت صحیح بودنش، فإنه المقبول، اما من شک فيه او كان بعده فلا. اما اگر ما شک داشته باشیم که در کدام وقت تقریبا یا پس از آن اگر باشد، پس از در این بیماری گرفتار شدن اگر باشد، پس از آن قبول نمیکنیم. و معرفت من احترقت کتبه کالمؤلفی، یک گپی جالب که ما رو به درس اول دوباره میکشاند. میگوید که شما این چونین باید آگاه باشید از آن راویانی که کتابهایشان سوخت به مانند خود مؤلف، یعنی خود امام ابن الملقن. باید دارید که من با شما در درس اول به فکرم بود که گفته بودم که امام ابن الملقن کیست و برای چی ابن الملقن میگوییم و چطور یکی از آزمایش هایی که در زندگیش پیش اومد این بود که کتابخانه‌اش سوخت و بعضی شاگردانش حتی با ما گفتند، یعنی درباره‌اش میگویند که از سبب این آزمایش و این صدمه اینقدر یعنی به فکرش و به حالتش و صحت روحیش صدمه سخت رسید که مختلط شد یا اینکه قریب به یعنی به دیوانگی میل شد. خود امام ابن الملقن یعنی خیلی یک صدمه سخت برایش رسید. دیوانگی کمی به احترام هست، به ادبانه هست، اما هدف من رو میدانه. متاسفانه من بعضی وقت کمی دشواری حس میکنم در کلمه های دقیق رو استفاده کردن به فارسی میدانید. او ذهبت کابن لهیعه، میگوید که کسانی که راویانی که یا کتابهایشون سوخت یا اینکه کتابهایشون گم شده باشد، ذهبت رفت اما گم شد بهتر هست، به مانند ابن لهیعه عبدالله ابن لهیعه یک راوی مشهوری هست که ضعیف هست، یعنی با ضعیف بودنش مشهور هست. این رو میشناسیم، امام احمد با متابعت و شواهد در مسندش از این راوی روایت میکند، یعنی با کمک با دیگر سندها با قوت سندی قبول میکند. فراجع الی حفظه فساء، یعنی شما باید آگاه باشید از راویانی که عموما از دفترهای خود روایت میکردند، از کتابهای خود روایت میکردند، اما یک صدمه شد در زندگیشون که کتابانشون یا سوخت یا گم شد یا کسی دزدید و آنها پس از آن مجبور شدند که از خاطره خود روایت کنند و در این کار خطاگی کردند، در غلطی ها و در خطاگی ها افتیدند. از آنها باید آگاه باشید میگوید. خب پس اگر ما بدانیم که این روایت از خود کتابش هست، چون که این به ما اشاره میکند که با خاطرش حفظ نمیکرد، با کتابش با دفترش حفظ میکرد حدیث ها را. اگر ما بدانیم درباره یک راوی که تنها با دفترش حفظ میکرد و پس از آن دفترش رو گم کرد، مجبور شد که از خاطرش تا قدری توانش روایت کند، ما باید از این گونه راوی احتیاط کنیم. درباره ابن لهیعه در اینجا یک فایده هست. مثلا میگوید عبدالله ابن لهیعه الحضرمي وغيره خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. میگوید که پس از سوختن کتابهایش خلط یعنی سرگم زد یا خطاگی کرد در روایت کردن حدیث، اما روایت کردن عبدالله ابن المبارک و ابن وهب از او روایتی اعدل، یعنی که بهتر هست از دیگر کسان.
چون که وقتی که ابن المبارک و ابن وهب از عبدالله ابن لهیع روایت میکنند، آنها احتیاط کرده و دانسته روایت میکنند. و هر حال میگوید والحکم فیه کالمختلط، حکم کسانی که کتابهاشون سوخت به مانند حکم مختلط هست. چطوری که من با شما اشاره کردم، یعنی وقتی که ما میدانیم که این از کتابش هست، این دقیق روایت کردگی است، قبول میکنیم. وقتی که پس از سوختن کتابهایش باشد باید احتیاط کنیم یا قبول نکنیم. و عدم قبولهم انما هو لما فی ضبطه من الاحتمال. و در اینجا سببش رو میگوید که برای چی ما قبول نمیکنیم یا احتیاط میکنیم. البته برای اون که احتمال هست که آنها در خطاگی و در غلطی ها میافتند پس از نداشتن دفتر خود. و میگوید و این چنین شما باید بشناسید و معرفت من حدث و نسی ثم روى عن من روى عنه لوثوقه و غیره و غیره. شرحش رو نمیخونم، تنها همین بخش رو میفهمونم. میگوید که شما این چنین باید بدانید و بشناسید آن راویان رو که حدیث روایت کردگی بودند، یعنی به شاگردانشون، اما بعد از یک چند مدت فراموش کردند، خودی همون حدیث رو خودشون فراموش کردند و مجبور شدند که از شاگردانشون از خودشون روایت کنند. فهمیدید؟ در اینجا یک صحنه یا اینکه یک مثال خیلی جالب هست. بعضی وقت همین خیلی میشود یا میشد که شیخ ها در اول عمرشون مثلا به یک شاگردشون یک چند حدیث میدادن، روایت میکردن که خودشون اون حدیث ها رو میشناختن و میدانستن و در خاطرشون بود. اما 10 سال میگذشت، 20 سال میگذشت و پس از آن یا پیر میشدن، مثلا به پیری میرسیدن و یک شاگردشون برمیگشت در مجلس آنها مثلا یا ملاقات میکرد با آنها و به آنها میگفت که مثلا تو به من این حدیث رو، شما به من این حدیث رو داده بودید. و خود شیخ حیران میشود و میگوید که این حدیث رو من یعنی گویا که اولین بار میشنوم و خودش تعجب میکند و از این سبب مجبور میشود که همین حدیث رو خودش از شاگردش از خودش روایت کند. یعنی این گونه کلمه ها رو بعد استفاده میکنن که من حدیث به من حدیث بیان کرد فلان شاگردم که من به او گفته بودم از فلان شخص فلان شخص فلان شخص، بعد متن رو ذکر میکردند. خب اما اگر استاد یا شیخ قطعا گوید که من این حدیث رو روایت نکردگی هستم، خاطره من مستحکم هست، پس در اون وقت در اون حالت همون چیزی که شاگرد شنیده بود متاسفانه بیکار می شود، چون که در اینجا خودی همون شیخ رد کردگی هست. اما این مسئله البته پیچیده هست، دور و دراز هست و این چیزها رو شما برای آن یاد نمیگیرید که شما اینها رو به عمل می‌دارید. خیلی کم هست که این چیزها رو شما باید به عمل درارید، چون که تمام این کارها الکی شدگی هست. ما این رو برای آن می‌آموزیم تا اینکه طریقه علم رو و چگونه ما به احکام رسیدیم این رو شما بفهمید. خب قریب است که به آخرش رسیم. و معرفت طبقات روات و العلماء، میگوید که این چنین طالب علم باید آگاه باشد از طبقه های راویان و علما. و این چنین میگوید که و معرفت الموالی من اعلى و اسفل مما لم یمسه رق و غیره. میگوید که و این چنین باید از موالی و از مولاها آگاه باشد، یعنی که از برده ها یا غلامانی که آزاد شدگی هستند یا اینکه آنها در اصل غلام نیستند، تنها با یک قوم و یک قبیله خود را نسبت دادگی هستند، با یک قبیله شامل شدگی هستند. وقتی که قبیله خودی آنها نباشد و یک شخص به یک شخص مثلا وقتی که سفر کند به یک وطن، به یک مکانی نو و در آنجا قبلا چی بود؟ یا مخصوصا بین عرب ها قبیله ها بود و هر قبیله خود نفرهای خودش رو کمک میکرد و دستگیری میکرد و حفاظت میکرد. هر قبیله حمایه میکرد قبیله خود را. اما وقتی که یک کس مسافر میشد به یک وطن دیگر میرفت، به یک دولت دیگر میرفت، کشور دیگر میرفت، در آنجا متاسفانه به قبیله می بود، به حمایه، یعنی که به حمایه و غیره، به فایده ها. پس چی میشد؟ مولای یک قبیله میشد، یعنی که خود را شامل یک قبیله میکرد و آن قبیله رو کمک میکرد و آن قبیله او رو کمک میکردند. پس این گونه مردم را یا راویان را مولا گفته میشود. مولا میتواند یا حقیقی باشد یا حکمی، یا حقیقی یا مجازی. حقیقی آن البته غلامانی را گفته میشوند که پس از جنگ بین مسلمان ها و کفار آنها آزاد کرده میشدند و در اسلام می آمدند. اما مولاهای مجازی آنها را گفته میشود که در اصل غلام هیچ وقت نبودند اما با یک قبیله شامل شدند. خب و این چنین دانستن القبائل، قبیله ها، چه قبیله ها بود، راویان به چه قبیله ها نسبت داده می شوند، از چه قبیله ها هستند، و البلاد و این چنین دولت ها، و الصناعه یعنی که هنرها یا کسب ها، و الحرفه کالحداد و القزاز و الحلی
خب حولی یعنی که میگوید حولی را ما گفتم مثلا ترجمه میکنه همچون زیورات. این میتواند که اشاره به چی باشد؟ به کسانی که با زیور سر و کار داشتن یا کسانی که با یک صفتی نقصشون معروف بودن و مشهور بودن. مثلا اگر یک چشم داشته باشند یا لنگ باشند یا کور باشند یا کر باشند، بعضی وقت برای شناختن آنها و جدا کردن آنها از دیگر نفرهایی که نامهای آنها مانندن، آنها رو میگفتن مثلا فلان کسی لنگ یا فلان کسی کور. و این گرچندی که کمی سخت معلوم میشد، اما این جایز هست تنها اگر برای شناخت باشد و برای جدا کردن آنها از کسانی که نامی مانند دارند. اکنون من به شما زود کرده بعضی این قسمت ها رو شرح میدهم، زیاد وقت رو در بر نمیگیرد. مثلا ما گذاشتیم متشابه. مثلا در اینجا هست لغتا و اصطلاحا، معنای همین کلمه میدانه دیگر درسای ما چگونه میگذرد. همه این عباره ها را نمیخونم تا اینکه درس کوتاه‌تر شود، اما این اسم فاعل هست از تشابه به مانند تماثل. متشابه اسم فاعل از تشابه هست که معنای مانندی و شبیه بودن را دارد. خب معنای اصطلاحیش همین است که ان تتفق اسماء الرواة لفظا و خطا و تختلف اسماء الآباء لفظا لا خطا او بالعکس. وقتی که نام راوی و نام پدرش در نوشت و تلفظ شبیه باشد، مشابهت داشته باشد، ولی یکی از آنها در تلفظ فرق کند. مثال ها محمد ابن عقیل و محمد ابن عقیل. ببینید که نام پدرشون، نام پدر هر دوی این راویان فرق میکند، اما در نوشت یک معلوم میشود، تنها در اعرابشون فرق میکند. شریح ابن نعمان و سریج ابن نعمان. شریح و سریج به هم دیگر مانندی دارند. مشابه یا متشابه، من این را متشابه باید می نویسم. خب متشابه هست این قسم، اما مشابه یعنی یک معنا دارد، بعضی وقت همچون معنای لغویش استفاده کرده می شود. این بخش رو متشابه گفته می شود و مقصد همین است که نام ها به هم دیگر شبیه دارند و شباهت دارند. می گذاریم این کتاب رو ببینید. تلخیص المتشابه فی الرسم و حمایت ما اشکل منه. خب این کتاب از امام الخطیب البغدادی هست که در این کتاب تمام راویانی که یا خیلی زیاد راویانی که نامهای آنها با دیگر راویان مشابهت میکرد، در اینجا امام الخطیب البغدادی جمع آوری کرده است و توضیح میدهد، جدا میکند و فرق آنها رو بیان میکند. تلخیص المتشابه فی الرسم یعنی که توضیح میدهد، واضح میکند نامهای متشابه در نوشت آنها. خب و این در 2 جلد هست و همین کتاب هست که در این موضوع نوشته شده هست. یعنی که این کتابی نیست که باز هم میگویم کتابی نیست که شما از یک طرفش تا آخرش بخونید. کتابی برای خواندن نیست، برای چی هست؟ برای جستجو، برای تحقیقات، برای بحث، برای همچون لغت برای استفاده کردن همچون لغت می باشد، همچون یک لغتنامه، همچون یک تذکره استفاده می شود. خب اکنون من نسب الی غیر ابیه، بعضی مثال ها رو با شما پیش می کنم، کسانی که به غیر از پدرشون نسبت داده شدگی هستند. تعریف این تحقیقات برای شناختن آن راویانی می باشد که به غیر از پدرانشون نسبت داده شدند، خواه این شخص نزدیک باشد مثل مادر یا بابا، یا شخصی دور باشد مثل تربیت کننده و غیره. همچنین نام پدری حقیقی آنها معین کرده می شود. خب اکنون فایده این علم چیست؟ فایده این تحقیقات و این علم و این همین تقسیمات در این است که از گمان گوناگون بودن شخصیت ها هنگام نسبت دادن به پدران حقیقی پیشگیری می کند. خب انسان پیشگیری می کند از این گمان که شخصان گوناگون یک نفر هستند یا شخصانی یا یک نفر چندین شخص هست. خب مخصوصا از این گمان که یک نفر چندین شخص هست. مثلا بعضی مثال ها رو ببینید. کسی که به مادرش نسبت داده شده هست: معاذ، معوذ و عوض بنو عفرا. میگوید که تمام اینها اولادان عفرا بودند. معاذ بن عفرا، مثلا معوذ ابن الافرا، پدری آنها حارث بود، اما آنها به مادرشون نسبت داده شدند. و با مانند محمد ابن الحنفیه، محمد پسری الحنفیه. الحنفیه یک نامی زنانه هست، حنفیه. خب پدرشون علی بن ابی طالب بود. یعنی که اگر بدونید، میدونم همتون میدونید،
حسن و حسین رضی الله عنهما پسران علی بن ابی طالب بودند. برای همین گفته می شود الحسین بن علی، الحسن بن علی. اما محمد برای چی به مادرش نسبت داده شد؟ برای اون که فرق کرده شود و فهمیده شود که مادر آنها فاطمه نبود، چونکه مادر حسن و حسین رضی الله عنهما چی بود؟ کی بود؟ فاطمه الزهرا رضی الله عنها. اما مادر محمد بن الحنفیه بود، یعنی زنی دیگری علی بن ابی طالب بود و کسی که به فکرم بیبیش نسبت داده شده است، خواه از در نسل بالاتر باشد یا پایانتر باشد. خواه یعنی که بیبیش باشد از نسلش پایانتر، یعنی که مادرش باشد، مادر پدرش باشد، یا بالاتر باشد. مثلا یعلا بن منیا، این منیا که هست میگوید که ام ابیه، این نامی مادر پدرش بود. پدرش در اصل نامش امیه بود. و این چون بشیر ابن خصاصیه، سوم بیبیش بود از نسلش، بیبی کلانش بود، از اجدادش میگوید. و پدری اصلیش این بشیر ابن خصاصیه، پدرش معبد بود. و کسی که به بابایش نسبت داده شود، مثلا ابو عبیده بن الجراح. ابو عبیده بن الجراح در اصل نامش عامر بن عبدالله بود، اما با کنیتش و نامی بابایش مشهور گردید. و این چونین احمد بن حنبل که میگویم، مذهب حنبلی میگویم، امام احمد بن حنبل میگویم، در اصل حنبل نامی بابا کلانش هست یا بابایش هست. در اصل نامش احمد بن محمد بن حنبل هست. خب به هر حال این است بعضی مثال ها. اکنون مبهمات گفته بودم جمع کلمه مبهم هست از ابهام که به خلاف ایضاح هست، یعنی که معنای ناروشنی و ضد توضیح، یعنی غیر روشن بودن دارد. و اصطلاحاً هو من ابهم اسمه فی المتن او الاسناد من رواتی. مبهم راوی است که نام او در متن یا سند به طور ناروشن آمده است، یا شخصی که به روایت ارتباط دارد ولی هویت او انیق ذکر نشده است، کی بودن او ذکر نشده است. این رو من برای شما فهمونده بودم. با مانند مرد، یعنی که تنها کلمه مرد می آید، یا زن، یا یک نفر. من فوائده، فایده دانستن مبهمات یا توضیح دادن، روشن ساختن کسانی نامعین چیست. در اینجا میخوانیم این کان الابهام فی السند و این چنین و این کان فی المتن. اگر در سند باشد، اگر ابهام در سند باشد، معلوم کردن راوی، یکی از فایده هایش چیست؟ معلوم کردن راوی تا درجه او را ثقه یا ضعیف معین نماییم و بر اساس آن حدیث را صحیح یا ضعیف حکم کنیم. اگر ابهام در متن باشد، فایدهش همین است که معین کردن شخصی واقعی ذکر شده یا سوال دهنده. اگر در حدیث فضیلت شخصی باشد، شناختن او برای فهمیدن فضیلت هایش مهم است. اگر شخص در حدیث موردی انتقاد باشد، شناختن او برای پیشگیری از اشتباه در نسبت دادن و دیگر صحابه های بزرگ اهمیت دارد. اگر شخصی باشد که خطا کرده باشد، این آخرانش به همین اشاره است. فهمیدید؟ این فایده های هست برای دانستن مبهمات. این دو کتابی هست که انشاءالله اگر به شما شناختن یا دانستن کسی که نامش ذکر نمی شود در سند یا متن اگر نیاز باشد، به این دو کتاب می توانید که برگردید یا رجوع کنید. الاشارات الى بیان الاسماء المبهمات از امام نووی و این کتاب الاسماء المبهمه فی الابناء المحکمه از امام خطیب البغدادی. این دو کتابی هست که باز هم برای تحقیقات و برای جستجوی علمی استفاده کرده می شوند. خب اکنون آخری کتاب رو می خونیم و درس در همینجا به پایان می رسد. می گوید آخر التذکرة، یعنی که بخشش چی رو می آرد؟ آخری کتاب رو می آرد، دعای آخرانش رو ذکر می کند. می گوید که وهی عجالة للمبتدی فیه ومدخل للتأليف السالف المشار إليه أولا، فإنه جامع لفوائد هذا العلم وشوارده ومهماته وفرائده. میگوید که این یک دستور مختصر است یا بود برای آغاز کنندگان و یک مقدمه هست در این ساحه برای کتابی که در اول میگوید من ذکر کردم به او، چون که این جمع میکند. جامعون
این مقدمه، این دستور مختصر، این یک عجاله معنای یک کتاب خیلی مختصر می باشد که دارای تنها 20 تا 30 صفحه می باشد. خب عجاله چون که در زبان عربی کتاب عموما به کتاب های اشاره می شود یا به کتاب های گفته می شود که یک کتابی ضخمتر باشد، یعنی که کلانتر باشد، وسیعتر باشد. اما اگر یک رساله باشد آن را رساله یا عجاله می گویند. میگوید که در این عجاله، در این رساله بعضی فایده های این علم، بعضی نقطه های پراکنده و جدا رو و مهمات این علم رو من جمع کردم. و در آخر میگوید که قال مؤلفه، یعنی که کسی که همین کتاب مؤلف رو نوشت، میگوید که مؤلف یعنی امام ابن الملقن در آخر کتابش گفت: فرغت من تحرير هذه التذكرة في نحو ساعتين من صبيحة يوم الجمعة 27 جماد الأولى عام 63 و 700 أحسن الله بعضها وما بعدها في خير آمين. من از تحریری، یعنی از نوشتن این التذکره، یعنی همین کتاب، همین تذکره، برای همین است که کتابش را تذکره میگوید، چون که این یک رساله خیلی خرد هست که برای یادداشت کردن یا برای حفظ کردن همین علم استفاده می شود. بعض شارحین یا شرح دهنده ها حتی امام ابن الملقن را ناظم میگویند، چون که این تذکره رو همچون یک نظم حساب میکنن، همچون یک رساله خیلی خرد که حفظ شونده هست یا امکانیت حفظ کردن دارد. برای همین یعنی این رو همچون نظم میشمارند. به هر حال میگوید من از تحریر این تذکره در تقریبا 2 ساعت صبح روز جمعه 27 جماد الاولی سال 763 هجری به آخر رسانیدم. الله بعضی از آن را و بعد از آن را در خیر بهتر کند، آمین. پایان کتاب التذکرة فی علوم الحدیث. الحمدلله. و این است پایان نه فقط درس 21 بلکه پایان درس التذکرة فی علوم الحدیث. انشاءالله در همین جا درس ما به پایان میرسد. یک دوست دعا میکنیم چون که این موردی تمام کردن یک عمل صالح هست انشاءالله. البته پیش از اون که دعا کنیم دوباره من مخصوصا به کسانی که شاگرد نیستن از دور گوش میکنن، من از شما خواهش میکنم که بعضی وقت من در وقتی درس دادن یا خواندن بعضی نوشته هایم نادرست می باشد، بعضی تلفظاتم نادرست می باشد، بعضی وقت کلمه های نادرست رو استفاده می کنم. این تنها از سبب کمزوری من در این زبان می باشد، در زبان فارسی می باشد. و حتی در موردی درس دادن یگان وقت انسان حالتش خوب نمی باشد یا هیجان زده می شود یا اینکه فراموش خاطری می رسد به او. برای همین انشاءالله که از سبب این خطاهای کوچک و خرد من رو تنقید نکنید، چون که هیچ یکی از ما به خطا نمی باشیم. البته اصلاحات مهم رو می توانید در کامنتر یا نویسید، به شاگردان انشاءالله نویسید. باکی ندارد، ما برای اصلاح شدن یعنی مشکلاتی نداریم، اما الله سبحانه و تعالی خودش کامل هست و کمال تنها برای الله سبحانه و تعالی می زیبد. و دیگر از الله سبحانه و تعالی دعاگوی هستیم که این عمل ما رو قبول کند، هم از شما و هم از بنده. و هر خطاگی که من کرده باشم الله سبحانه و تعالی مغفرت کند و برای شما انشاءالله از دیگر راه ها اصلاح کند و واضح گرداند. دیگر انشاءالله دعا میکنیم: اللهم تقبل منا صالح الاعمال، اللهم تقبل منا صالح الاعمال واجعلها خالصة لوجهك الكريم، آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. مخصوصا برای شاگردانمون و برای خواهرانمون انشاءالله دعا میکنیم: ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا يا رب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم آمين. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والفوز بالجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والفوز بالجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، آمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا رب
إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.